عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه در بابت صدقه فطر در کتاب صحیح بخاری در باب فطر میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و بر ما فرض گردانید صدقه فطر رو به هر مرد مسلمان، چه آزاد بود، چه غلام بود، چه خرد بود، چه کلام بود، چه مرد بود، چه زن بود. مقصد که شاعر گفته جو میگن یا گندم رو بگیم جو در او دور پیامبر خدا صلی الله علیه و معین کردگی بود. مذاهب خود ما پول دادن هم اجازت میده و دیگر مذاهب میگه همون چیزی را که در حدیث بیان شده است همونها را دادن شرط است. ما که حنفی ها اگر که مقدار پول هم که بتیم صدقه فطر از گردن ما چی میشه ساقط میشه. و دیگر این که در این باره با حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه هم هست از گمان میکنم هم یک حدیث کفایه میکنه. و دیگر این که برادران فراموش نکنه که هر یک کس وابسته بر توانایی خچه. مقصد انسان هایی هستن که کار میکنن که آیله که بهتر دارن اونها صدقه فطر شو دیگر، و انسان هایی که با بای هستن صدقه فطر اونها دیگر هست، و انسان هایی که با کمبغل هستن صدقه فطر اونها دیگر، و انسان هایی که توانمند ایرا ندارن گمان میکنم که ان شاء الله از گردن اونها ساقط میشود. و امروز چگونه که بگیم که در روسیه معین کرده است برای بای ها مخصوص 600 روبل و برای انسان هایی که میانه هست 300 روبل و برای که کسای کمبغل هست 100 روبل معین کرده است مفتی های روسیه. و از تاجیکستان هم زنگ میزنه، مقصد کمیته دینی مبین اسلام تاجیکستان معین میکنه چند سومه میگه کوشش کنه که پیش از روزه بر اومدن، پیش از نماز به عیدگاه رفتن این صدقه فطر ادا کنه که از گردن تو ساقط نمیشه. این واجبه به هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان. و با کوشش کنه که این مقدار پول هم کم هم که باشه برای کسایی را بده که حاجتمند هستن، کمبغل هستن، با بایا را دادن درست نمیشه. به خاطر که این یکی از واجباتی